سلام عزیزای من، قربونتون برم. امروز اومدم قسمت 20 سریالمو براتون تعریف کنم، اما مثل سریال اوشینه، سالای دور از خانه، قسمت 857. سریال من هنوز همچنان ادامه داره. تا اونجا براتون گفتم که همیشه برای من تهمت میزدن، میگن آره نزدیکای عید شده بود. حالا منم بچه کوچولو دارم، از این ماهی قرمزا خوشم میاد، عیده، این چیزا رو دوست دارم بیام. 7 سین نمیچیدم 7 سین اونطوری، فقط یه سبزه میذاشتم با یه ماهی، همون تک 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 تک. آره دیگه، یه مرتبه برو نمیدونم اسم بچه تو مسلمون بکن، خودتو برو مسلمون بکن، تک 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 تک. تو همین هاگیر واگیرا بودم. حالا مامان من از امریکا برگشته بود. مامان من توی خونه ما توی اتوبان کردستان میمون، ما هم توی خردمند. بچه من هنوز یه ماه دیگه تولد 2 سالگیش دارم، تدارک تولد 2 سالگی میگیرم. ولی چون این خونه رو خلیفه گری گفته مادر شوهر من اجاره کرده، من دیگه حالا جرئت ندارم دوست و یار و قارامو بگم. همون فامیلایی، همونایی که خودشون تایید خودشون بود. ولی قبل از تولد بچه من عید نوروزه، دارم میرم از این ماهی قرمزا بگیرم و این چیزا بگیرم. گفتم برم یه سری هم به مامان من بزنم. چشمت روز بعد نبینه. یک دونه از بزرگترین لایف لسنای من اتفاق افتاد، ولی اولین تو گمی و گیجی بود، یاد نگرفت. اگه یادتون باشه گفته بودم خونه ما بود که توی اتوبان آزادگان کردستان، خیابون پایینی آسپه، بین 2 تا اتوبان بود. یکیش اتوبان کردستان بود، یکیش اتوبان آزادگان بود، و این راه هم اینطوری حالت سرازیری داشت. کوچه ما هم وسط این 2 تا چیزا بود. من بیام دیدم تو راه، دیدم بچه من شیرش تموم شده. خونه ما یه جوری بود که شمالی بود، همکفم بود، یعنی پلمله نباید میرفتیم بالا. مامان من داشت از اونجایی که مؤنث بود، از اونجایی که قهرمان داستانای من اون بود، حواسش به همه جا بود. یعنی توی یه مهمونی همه آدما تلویزیون روشن بود، رادیوی روشن بود، یه چیزی میگفتن، مامان من حواسش به همه جا بود. منم خب دیگه اصلا تراست که میگن مطمئنم مامان من حواسش به همه چیه. مامان من اینطوری داره با تلفن حرف میزنه، منم این که همکف در کوچه رو باز کردیم، شمالی از حیاط آورده، به مامانم میگم که این بچه باشه اینجا، من برم براش شیر بگیرم. مامان من که اینطوری با سر میکنه، منم فکر میکنم داره به من میگه آره حواسم هست. تو نگو این پشت تلفن با هر کسی بوده حواسش به اون پشت تلفنه. این بچه 2 ساله، تقریبا 2 ساله من، تازه راه افتاده بود. این همینطوری میاد تو حیاط، دستشو دراز میکنه، این زنجیر در کوچه رو باز میکنه، سرازیره، قله میخوره، میره تا 1 متری اتوبان آزادگان. یکی از این همسایه ها این بچه رو پیدا میکنه، بغل دستش. حالا چون سرازیر بود، این قل خورده بود. این بدبخت، این مردم همینطوری میگه این بچه ترتمیز این کجا بوده، همینطوری داره میاد تا در باز کوچه ما رو میبینه، میاد تو در ورودی ما هم بازه، میاد تا پسر من دست این بغل میاد خونه ما، میگه این بچه مال شماست. مامان من میگه و مامانش کو، این دست شما چی کار میکنه؟ گو این 1 متری بود که اینجا از اتوبان من ورداشتم، من همسایه روبرویی شما هستم. حالا این همسایه روبرویی ما یا آپارتمانای 180 متری بزرگ عیونی نمیدونم چی و اینا. حالا از اونجا که من حالا بعد من فهمیدم، بعد که من اومدم آردی مرده رفتم. حالا چی؟ من تو گمیگیجیم، من باید تو این چارچوبا سنتا این کارو کرده، من باید جبران کنم. نمیدونستم یه چیزایی جبرانی نیست. بیام تو خونه یه دونه سکه پیدا کنم بذارم تو گیف،
برم در همسایه رو بزنم، با گریه کنان میگم شما این من هر کاریم بکنم نمیتونم جبران. همینجا تو همین سوشال مدیا، اصلا نمیدونم ایشون کیه، یادمم نیست، از روح برترش از خودشون طلب بخشش میکنم، بهترینا رو آرزو میکنم، هر چیز خوبیست خدا سر راهشون بگذره. خلاصه از انداممو کردم، ولی افتادم تو فکر این فرشته نجات چی جوری اصلا این بچه من نیست، این امانت خدا دست من. از اون موقع منم اینطوری گفتم این امانت خدا امانت داده دست من، یعنی این خدا این امانت داره رو اینطوری تکون تکون داد تا این من این امانت رو همینطوری نگهش داشتم. خیلی تحت تاثیر این داستان من قرار گرفتم تا همین امروزشو که همینطوری هی براتون بگم چه جوری بود این بچه من باید از بین میرفت، ولی خدا چه جوری اینو حفظش میکنه. وقتی میخوام بگم ما اختیاره هیچ چیزی رو نداریم، واسه یه چیزی میخوایم همچین فشار بدیم، میخوایم میچسبیم، چسبندگی داریم میخوایم بگیریم. همه چیزا چسبان نگه دارنده اون خوشگله اون بالا اونجا هستش. خلاصه حالا بعد از اونشم که دیگه رفتیم، حالا تولدم گرفتیم. بعد از تولد، حالا بهار دیگه، بعد از تولد مادر شوهر سابق من خدا رحمتش کنه تناسخ‌های بعدیش راحت باشه، تناسخ‌های خوبی داشته باشه، درساش و کانترکتاش قرارداد صلحش خوب باشه، راحت باشه، آدما بیشتر دوستش داشته باشن. بازم من از روح برترش طلب بخشش میکنم. دیگه شروع شد به مامان من اینطوری که سخته نمیشه، وقتی تو خونه داری ما چرا باید اجاره بدیم، تک 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 تک، همون داستان، همون حکایت، همون روایت. دیگه مامان منم اومده بود اون آپارتمان کردستان رو فروخته بود، توی مجیدیه شمالی یه دونه آپارتمان 50 متری اونجا خریده بود. بعد اونجا اون آپارتمانه بالکنش خیلی بزرگ بود، اومده بودیم توی اون بالکنه یه دونه از این مثل حالت پیش ساخته یه اتاق درست کردیم. دیگه 2 سال خورده بود، نزدیکای 3 سالش بود که دوباره ما اولین بدبخت، اولین قربانی، اولین دوباره جابجا بشه. اولینی که هیچ وقت از جابجایی، تکون خوردن، سفر اینا دوست نداره، دوباره اولین بدبخت. اولین سری بعد براتون میگم که حالا وقتی موو کردیم توی مجیدیه چه اتفاقایی اونجا افتاد. امیدوارم که داستانای من بتونه به یک نفری کمک بکنه از گومی و گیجی یک کوچولو در بیاد، هم هویت با مردم نشه، یه رسالتی انجام شده. دوستتون دارم، میبوسمتون.